اکوری پکوری گوگل مگوله من، حالتون چطوره؟ آقا میخوام برم بیرون. استایلو کجا بزنم ببینین دامن، کفش، وای کفش، خودم. آرایش چطوره؟ مخ رو میزنیم یا نه؟ نمیدانم، میام براتون تعریف میکنم. فعلا خوبه دیگه آرایش، فقط یه دور دیگه ترمیمش میکنم بعد میرم. سلام اکولی پکولی گوگل مگول من، حالتون چطوره؟ ببینین نور بده، میدونم، همه اینا رو میدونم. کره سبزی با برنج سوخته، ماست، سبزی تو پلاستیک. آقا من الان از شیفت صبح اومدم، ناخوناتون میگیرم. بعد گوش بده، میخوام یه آپدیت بدم. خب آقا دیگه نمیتونم اون بخش رو تحمل کنم. یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. خیلی بد شده، نمیتونم دیگه، اصلا نمیتونم تحملش کنم. و گفتن ماه دیگه جابجا میشم با کلی پارتی بازی و هی چیز و فلان. تا ماه دیگه گفتن جابجا میکنم. دیگه حالا ای وای آقا حقوقم که اومد 3 هفته دیگه میخوام لباس تو خونه‌ای بخرم و یه دونه کت کوچیکه مثلا پالتوی طوره ولی کوتاه بپوشم سری برم بیرون. نمیخوام مثلا چیزای وقتایی میخوام مثلا سری برم بیرون و سردم و اینا. بعد دستم ندیدین، دستم خوب شده. خب الان یه ذره قرمز خوب میشه ولی خب خوب شده. لباس تو خونه‌ای ندارم، لباس تو خونه‌ای بخرم، یه چیز واسه موام بخرم، موام خیلی وزن. همین. حقیقتا این ماه جر خوردم چون خیلی بهم شیفت داد و خودم خواسته بودم. جر خوردم. حقیقتا خیلی بدمزه است و همین دیگه فعلا. Dice ieri, che il sole.
خیلی زنگ زد. گفت که حالا مجید میدونی جوان منم فلان اینجوره یه اخباری گفتم حالا کم داری کن میتونم نه برام معنیز گفتم مثلا گفتن اصلا ما را بیخواد مثلا شما خودم خریه کنم فردا روز میریم میگه خود دو برد این خود اصلا نه مجیدم بشه که چی کن در برینشون تو نیستی حقش نه نه نخود میخوریم. خب اکوری پکوری من، سلام علیکم، احوال شما؟ نخود بخور. من یه وقتا خودم نگاه میکنم میرم چه شکلی میافتم، خوشگل نیستم. من میذارم تو اینجا. خیلی یه جوری نیست اینجوری. این کجه. آقا بذار ریلکس کنم. ببین امروز چی شد. آقا من شیفت صبح بودم و رفتم و پاره شدم و همراهیای مرد رو ببین میخواستم فقط جرشون بدم، یه مشت بکنم تو صورتشون، اینقدر که اینا بیشعور و خراب خاک تو سرشون، اینقدر اذیتم کردن که حد نداره. هی فلان چیز هی اینجور، اصلا نمیخوام در حرف بزنم. خب اون سرپرستاری احمقم رو مخمه واقعا. ببین من اینقدر آدم مودی بدم میاد، خب مثلا خودم مودی هم ولی نه در این حد. خب بعد حالا گوش بده. امروز به من گفت که تا دهم آبان بمون توی همین بخش، بعد دیگه مثلا برو. خب بعد مثلا برو یه بخش دیگه. گفتم باش. خیلی خوشحال شدم خدایی، واقعا این بخش رو دیگه نمیکشم، اینقدر سخته. حالا میخوام اینو بهت بگم که حقوق پرستاری الله وکیلی ناموسن چنده. خب ببین خیلی فرق داره که تو کدوم شهر باشی، شاید باورت نشه ولی خیلی فرق داره. مثلا اگه توی تهران و مثلا شهرهای بزرگ و خفن باشی، قطع به یقین حقوقت بیشتره. نکن پایش ثابته، پایه همونه. خب پایه همه جا همونه، ولی اضافه کارها مثلا ساعتی فرق میکنه. فکر کنم بیمارستان ها فرق میکنه، بخشا خیلی فرق میکنه. حالا برات تعریف میکنم منظور چیه. ببین ما یه چیز داریم تو پرستاری به اسم تعرفه. خب تعرفه چیه؟ تعرفه یعنی بر اساس حالا اون مریضایی که داری اونقدر مثلا طرف حالش مثلا خیلی بده، مثلا به دستگاه وصله، یا مثلا خیلی کار داره، مثلا خون باید بهش وصل کنی، نوار قلب ازش بگیری تون، یا مثلا گاواژش کنی. گاواژ یعنی لوله هست تو دماغ میره بهش غذا میده. اینا مریضا مثلا سطحاشون زیادتره. خب ولی خب مریضایی که مثلا ترخیص میشن و یا مثلا حالشون اوکی، سطحشون پایین تره. خب بعد اونا پولشون هم کمتره. خب هرچی تو مریضات سطحشون بیشتر باشه، حالشون بدتر باشه، مثلا پرکارتر باشن، اینا پولشون بیشتره. خب ما بهش میگیم تعرفش بیشتره. هرچی تعداد مریضت بیشتر باشه، هی مثلا من در طول روز توی یه شیفت 10 تا مریض دارم، ولی یه نفر دیگه توی بخش دیگه مثلا 4 تا داره. خب مال من مثلا تعداد آدماش بیشتره، پس قطعا پولش بیشتره. خب پس اینا خیلی چیزا فرق میکنه. خب یا مثلا سختی کار هم داریم. خب مثلا تو اورژانس خب استرسش بیشتره، سختی کارش هم قطعا بیشتره تا مثلا یه بخشی که مثلا هیچ کاری نداره، مثلا ریلکسن مثلا اینا.
میدونی خیلی عوامل تاثیر داره روی اینکه اصلا چقدر حقوق بگیریم. پس بخشی که هستی خیلی مهمه. حالا میخوام برسم به این که چقدر دارم حرف میزنم، 5 دقیقه دارم زر میزنم. میخوام برسم به این که خب پایش مثلا چنده، 17 تومنه فکر کنم، 17 خورده فکر میکنم مثلا واسه من 17، نمیدونم الان بقیه چنده و همینجور ازش کم میشه. اضافه کار مثلا واسه من ساعتی فکر کنم 60 تومن فکر میکنم. یعنی مثلا من 100 ساعت اضافه کار داشتم 6 تومن گرفتم. خب و تعرفم بازم این فرق میکنه. مثلا تو بخش ما بچه ها مثلا 7 8 9 مثلا 10 12 14 تومن تعرفه میگیرن. یعنی تو فکر کن حقوقت که مثلا 17، خب حالا مثلا واسه مالیات و فلان و فلان کم شه، آقا مثلا میگی 15 میگیری، خب 15 رو میگیری. تعرفت هم اگه بدن، خب مثلا تو کرمان اینجوریه که مثلا چند ماه یه بار مثلا یه تعرفه میدن، یهو مثلا یه ماه دیگه مثلا 2 3 ماه رو با هم میدن، اصلا چیز قانون نداره. ولی مثلا من تهران رو شنیدم مثلا میگن 29 تا 29 براشون میریزن. فکر کن تو 15 تومن حقوق تو گرفتی، اضافه کارت هم مثلا تو 100 ساعت بوده مثلا 6 تومن هم اونجا گرفتی، بعد دوباره تعرفت هم گرفتی، تعرفه هم 15 تومن هم اونجا گرفتی. خب این 15 36 تومن اینجا از بیمارستان دولتی تو گرفتی. خب و این مثلا دیگه کمترین حالت ممکنشه، 36 تومن تو مثلا که گرفتی. خب مثلا تو میری بیمارستان خصوصی کار میکنی، مثلا من تو تهران شنیدم بچه ها مثلا 40 هم میگیرن. خب هر بیمارستان فرق میکنه، هر بخش فرق میکنه و فلان فلان، ولی اونا دیگه تعرفه ندارن یا اضافه کاراشون نمیدونم بیشتر قطعا خیلی از بیمارستان دولتی. مثلا من یه دوستی دارم، خب این دختر شمالیه، خب بعد رفت طرحش رو تهران گذرون و مثلا گفت که من دارم اینطوری میگیرم، خب و درآمدش از 60 میلیون بالاتره و فکر کنم 6 7 تومن فقط داره مالیاتش رو میده، چون درآمدش از 60 تومن بالاتره. و این دختر الان رفته یه خونه برای خودش مثلا رهن کرده و الان داره میخواد ماشین بگیره و مثلا الان مثل منه دیگه، من مثلا اینجام هیچ غلطی نمیتونم بکنم، اونجا اون همه غلط کرده، خودش تنها و فلان. خلاصه که درآمده کی به من پیام داد؟ آره درآمد پرستاری تو همچین رنجیه. خب یعنی تو مثلا دیگه مثلا کمش دیگه مثلا هیچی نداشته باشی مثلا 20 25 رو داری، خب از بیمارستان دولتی که یه جا هم کار کنه. ولی خب اگه بری مثلا جای دیگه قشنگ راحت مثلا 50 60 هم داری. و این از این اگه بری مثلا کلینیک کار کنی یا پرستاری در منزل کار کنی، ببین میتره کنه در این حد بهت بگم. خب برای بچه ها امروز بذار بگم چی شد. سوپروایزر بهم گیر داد. بعد یه دانشجو با من بود، من داروها رو آماده کردم گفتم برو بده لامصب. اینقدر بد رفته بود داده بود، ببین بهش یاد دادم گفتم این کارا رو بکن. خیلی بد بود واقعا، یعنی دیگه هیچ وقت به دانشجو کار نمیدم، چون اصلا احمقن به نظرت. اصلا خودم دانشجو احمق نبودم، مثلا گفتم برو علائم حیاتیشو چک کن، مثلا فشاری، تنفس، اینا میرفتم مثلا آدم چک میکردم، احمقوزی در نمیبردم. این رفته و فقط فشاری چی کرده بود اسم نمیشد، واقعا خیلی احمق بود. اینو دیدین؟ بای بای، خداحافظ.